الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبی. همه ما میدانیم که نخستین زنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازدواج فرمودند و قبل از بعثت ایشان بود و در مکه مکرمه کسی نیست جز خدیجه دختر خویلد رضی الله تعالی عنها. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم زمانی خدیجه را ازدواج کردند که عمر مبارک ایشان 25 سال بود و در آن زمان خدیجه 40 سال عمر داشت. اما این تفاوت سن و سن بالای حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مانع از خوشبختی و سعادت این خانواده و این دو زوج بسیار بزرگوار و ارجمند نشد، بلکه برعکس رسول الله صلی الله علیه و سلم وفایی را که به حضرت خدیجه داشتند، محبتی را که به ایشان داشتند، علاقه‌ای را که به ایشان داشتند، احترام و منزلتی را که برای ایشان قائل بودند برای هیچ کسی دیگر قائل نبود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تا آخرین لحظات عمر، تا زمانی که زنده بودند و در این دنیا حیات داشتند، همیشه ذکر خیر می‌فرمودند از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، زیرا که ما می‌دانیم تمامی فرزندانی را که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم عنایت فرمودند، تمام این فرزندان از همین خانم هستند و از ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، به جز ابراهیم که مادر ابراهیم یکی دیگر از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام ماریه قبطیه بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به تمامی کسانی که با حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ارتباط داشتند، پیرزنانی را که بودند بعد از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، همیشه به آنها رسیدگی می کرد و وقتی که آنها را میدید یاد و خاطره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها برایش کاملا زنده میشد. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها در سال 9 بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در یک ماهی همراه با ابو طالب حامی بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند. در یک ماه و با تفاوت یک چند روزی، کمتر از یک ماهی، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم حامی و پشتیبان داخلی خودش را، خانوادگی خودش را که در داخل خانواده اش پشتیبان اون بود و قوت قلبی بود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، هم این را از دست داد، یعنی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها را، و هم پشتیبان خارجیش را یعنی ابو طالب عموی بزرگوارش را هم از دست داد. و این چنان غم و اندوهی بود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که در تاریخ صدر اسلام اون سال را و اون سال روز وفات ابو طالب و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها را به نام عام الحزن در تاریخ اسلام یاد می کنند. ایشان در سال 9 وفات کردند و در منطقه حجون، یکی از محله های مکه مکرمه که امروزه در ورودی شهر مکه هست که از طرف مدینه منوره وقتی که به طرف مکه می روند و وارد شهر می شوند، این منطقه حجون در واقع یکی از مناطقی هست که سر راه و در مسیر این راه قرار می گیرد و حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها در اونجا دفن شدند. و اون کسی که غسل و تکفین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها را به عهده داشت ام ایمن بود، کنیز رسول الله صلی الله علیه و سلم، و در کنار ام ایمن ام الفضل همسر عباس رضی الله تعالی عنه و عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت خدیجه عمه زبیر ابن عوام ابن خویلد هستند
همون گونه که در جلسه قبل هم خدمت شما اشاره کردم و گفتم که فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم، زینب، ام کلثوم، رقیه و حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، همه اینها دختران عمه زبیر رضی الله تعالی عنه هستند. یعنی این که در میان خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم و زبیر یک ارتباط بسیار صمیمی و رابطه بسیار تنگاتنگی برقرار بود و در واقع زبیر ابن عوام یکی از اهل بیت رسول الله، یعنی به اندازه و در سطح یکی از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مطرح بود و یکی از انسانهایی بود که بسیار رفت و آمد داشت و خویشاوند نزدیک و محرم بود با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و با ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خواهران دیگری را داشت که اون کسانی که به خواستگاری خواهران خدیجه اومدن در واقع می شوند باجناقهای رسول الله صلی الله علیه و سلم که معروفترین اونها ربیع هست و ربیع و بعد از آن ربیعه که هر دو تا فرزندان عبدالعزا بودند. این دو برادر بودند و یکی بعد از دیگری با حاله ازدواج کردند. حاله دختر خویلد بود و خواهر پدری حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. و بعد از در واقع ربیعه باز هم شخص دیگری با حاله ازدواج کرد به نام وهب بن عبد. در واقع اینها باجناقه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند از جهت حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. و یکی دیگر از باجناقه های رسول الله صلی الله علیه و سلم از خانومش و از ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها عبدالله ابن بجاد هست که خواهر دیگر حضرت خدیجه را ازدواج کرده بود به نام رقیقه بنت خویلد. و این ربیعی که من خدمت شما عرض کردم که شوهر حاله بود، حاله بنت خویلد، و خواهر پدری حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها را ازدواج کرده بود. این ربیع پدر ابوالعاص هست و ابوالعاص داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و شوهر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. پس بنابراین میبینیم که این خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم یک خانواده بسیار خوشبختی بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ازدواج با حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها این خانواده را تشکیل دادند و تمامی فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم از همین مادر بودند، از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها. و تمام فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت ایشان به دنیا آمدند، به جز عبدالله که بعد از بعثت بود و در مکه از دنیا رفتند و در همون دوران خردسالی وفات کردند. غیر از اون تمامی فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم که از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بودند همه در مکه مکرمه و قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. بعد از مشاهده یک میان برنامه کوتاه انشالله به خدمت شما باز خواهم گشت و مطالبی دیگر را در مورد امهات المؤمنین خدمت شما عرض می کنم. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید. آنگاه در میابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. آری حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نخستین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم
و مادر فرزندان ایشان بود. بدین خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا زمانی که زنده بودند اگر قرار بود حیوانی را و گوسفندی را ذبح می کردند، هدایایی را و قسمتی از گوشت اون را برای دوستان حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها می فرستاد. و قطعا چنین همسری که در دوران سخت مکی و در اون سختی هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دچار آن بود، بزرگترین پشتیبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و دلداری می‌دادند رسول الله صلی الله علیه و سلم را. و هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با کوله باری از غم و غصه و اندوه از خارج منزل وارد می شدند و در خانواده خودشان و پیش حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها می رفتند، تمام اون غم و اندوه را در واقع از یاد می بردند و فراموش می کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به تلافی این مهر و محبت و به تلافی این خوبی و احترام و این نزدیکی را که با حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها داشتند در تمام عمر ایشان را فراموش نکرد. نه تنها برای خود ایشان دعا می کرد بلکه برای دوستان ایشان هم دعا می کرد و به اون افراد رسیدگی می کرد. این نخستین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. یکی دیگر از همسران معروف رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیش از بقیه مطرح است و بیش از بقیه فضیلت دارد و در قسمت اول فهرست همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، حضرت عایشه هست. عایشه دختر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهما. حضرت ابوبکر صدیق فرزند ابو قحافه، فرزند عامر ابن کعب ابن سعد ابن تیم ابن مره هست. یعنی نسب ایشان در مره با رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک جا جمع می شود و به یک نسب مشترکی می رسند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم قبل از این که از مکه خارج بشوند و هجرت بکنند به مدینه منوره با حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ازدواج کردند قبل از هجرت. منتها بعد از هجرت و بعد از این که به مدینه منوره تشریف بردند اون مراسم عروسی را گرفتند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها محبوب ترین همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و کسی بودند ایشان که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم از همان سنین نوجوانی در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و تا زمانی که ایشان زنده بودند گوش فرا میدادند به سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم، آداب و سننی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم مشروع میگردانیدند برای امتش، چه آداب و سننی که در داخل خانواده و در محیط خانواده بود یا در هنگام سفر که ایشان همراه بودند و مطالبی دیگر را حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل کرده، بگونه ای که ایشان احادیث بسیار زیادی دارند، بالغ بر 2000 حدیث رو و 2000 مطلب رو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل فرمودند. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردند که محبوب ترین انسانها و دوستترین افراد نزد تو چه کسی هست؟ ایشان در پاسخ فرمودند که عایشه هست، دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنها. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در 17 رمضان در سال 58 هجری و در سن 66 سالگی از دنیا رفتند و در مدینه منوره و در قبرستان بقیع دفن شدند. تمامی ازواج مطهرات و تمام همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه فوت کردند و در مدینه دفن شدند، به جز حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها که در مکه فوت کردند و در منطقه حجون دفن شدند، و به جز حضرت یکی دیگر از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها که ایشان هم در مکه و نزدیک مکه در جایی به نام سرف در اونجا در واقع دفن شدند. غیر از این دو نفر بقیه ازواج مطهرات و امهات المؤمنین همه در مدینه منوره فوت کردند و تمام اونها در قبرستان بقیع به خاک سپرده شدند.
حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خواهرانی را داشت که طبعا اون کسانی که به خواستگاری خواهران حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها اومدن، اونها در واقع جزء خانواده رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند، یعنی میشوند باجناقه های رسول الله صلی الله علیه و سلم. و این باجناقه های رسول الله از جانب حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و دامادهای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جزء برترین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و جزء عشره مبشره هستند و از خویشاوندان نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم. منظورم حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه است که زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه باجناق رسول الله صلی الله علیه و سلم و داماد ابوبکر بودند که اسما را در واقع ازدواج کردند و اسما دختر ابوبکر که خواهر پدری حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود، همسر و زن حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه بود. و داماد دیگر ابوبکر صدیق و باجناق رسول الله صلی الله علیه و سلم طلحه هست، طلحه فرزند عبیدالله که همسرش ام کلثوم بود، خواهر دیگر اسما و خواهر حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، که بعد از طلحه ابن عبیدالله شخصی دیگر به نام عبدالرحمن ابن ربیعه باز هم با این دختر حضرت ابوبکر صدیق یعنی ام کلثوم ازدواج کرد. یعنی این که حضرت زبیر و حضرت طلحه ابن عبیدالله و عبدالرحمن ابن ربیعه باجناقه های رسول الله صلی الله علیه و سلم و دامادهای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هستند. و یکی دیگر از معروفترین همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم حفصه هست، حفصه دختر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که در سلسله نسبشان در جد بزرگشون کعب به نسب ایشان با نسب رسول الله صلی الله علیه و سلم وصل می شود. حفصه قبل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شوهری دیگر داشت به نام خنیس ابن حذافه که یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و مهاجری بود و یکی از اصحاب بدر بودند ایشان و بدری هستند و یکی از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم. مادر حضرت حفصه دختر عمر رضی الله تعالی عنه مادرش زینب هست، زینب دختر مزعون، زینب بنت مزعون و خواهر صحابی معروف و مشهور رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال سوم هجری و در ماه شعبان و قبل از در واقع غزوه احد با حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ازدواج کردند. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها در ماه شعبان سال 45 هجری در خلافت حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه و در سن 60 سالگی از دنیا رفت و در قبرستان بقیع در مدینه منوره مدفون شد. و در خواهران حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها که در واقع ازدواج کردند و دامادهای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که میشوند باز هم باجناقه های رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارت هستند از عبدالرحمن ابن زید که عبدالرحمن ابن زید شوهر فاطمه دختر عمر بود و همچنین ابراهیم ابن نعیم که دختر دیگر عمر را ازدواج کرده بود، رقیه دختر عمر را، و همچنین عبدالرحمن ابن معتمر که با زینب دختر دیگر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ازدواج کرده بود. پس بنابراین در مورد حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هم میبینیم که از جانب ایشان برای رسول الله صلی الله علیه وسلم چندین باجناق وجود دارد: عبدالرحمن ابن زید، ابراهیم ابن نعیم، عبدالرحمن ابن معتمر و افراد دیگری هم بودند که به خاطر اختصار و ضیق وقت من از ذکر نام آنها خودداری میکنم. ان شاء الله تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر را باز هم درباره امهات المؤمنین و باجناقه های رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض میکنم. تمامی شما را به الله متعال میسپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى
أسد على الباغي كأسد الغابي، خير القرون هم وليس كمثلهم، عظماء بعد الرسل في الأحقاب، رحماء بينهم ولكن في الوقت